وایساده همین هوا به چیزی هست ما دارم اصلا شاعری را آفریدن کار یک 100 ساله است. سخت کار بار یک سیاره است. همچو ثروت شاعری گم کردن آسان است ولیک همچو شهرت شاعری دریافتن بس مشکل است. ادبیات خودش سیاست است. ادبیاتی از سیاست بیرون من خیلی ادبیات نمیدونم. سیاستمدار نیستم. ولی در ضمن ادبیات شاید که گاه یک حرفای سیاسی هم زد. همین قدر زیاد نیست. او خودش میگوید که شعر به حکم آه کشیدن را ماند. اگر چنین باشد شعر او همه سراپا آه است، درد است و افتخار از بود و نبودی ملت است. این کوهی لاله گردن مانند دلبری من از موج لاله خونی گرمی زنانه دارد. این دره چکن پوش سرخیده تا بناگوش شرمی زنانه دارد. این چشمه را نگاه کن، یک لحظه ترک ره کن. این چشمه میزند چشمی زنانه دارد. این خیلی تصویر نه نیست دیگر رو. شعر از روی ذوق انتخاب بگیرید. آدم بی ذوق نمیتونه این کارا کنه. من هیچ نظرم تغییر ندادم. من همانم که بودم. با رئیس جمهور با خوردن من در اختیار من نیست، در اختیار رئیس جمهور است. او برای ملتش علیه خدمتی که در کاری بود، سخنی که باید گفته میتوانست گفته توانست. من سوسیالیست بودم و سوسیالیست خواهم ماند و من 100% جانبدار مفکوره کمونیستی هستم و ایدئال من همین است. خدا نگهبانش باشد. 80 ساله می شود 20 نوامبر استادی ارجمند. یک شبیه بود گفته پیش از اون قدر خوب نبود. پیش اون گفتم که همون کمتر بهتر است. من خطی استادم آوازش شنیدم گفت هنگی سخنگویی ندارم.